سلام بچه ها، من نازنین زهرا هستم و امروز اومدم که یک مارشمالوی خوشمزه براتون درست کنم. پس در ادامه این ویدیو همراه من باشید. برای درست کردن مارشمالو ما به پودر نارگیل نیاز داریم، پودر ژله و 2 قاشق غذاخوری شکر. خب بچه ها، ما باید پودر ژله رو اضافه میکنیم و بعد آب جوشمون رو اضافه میکنیم. بچه ها 2 قاشق غذاخوری هم باید شکر. و بعد هم میزنیم. حالا ظرفمون رو میذاریم روی کتری که به حالت بنماری همش میزنیم. تا حل بشه بچه ها. بعد از اینکه ژله ها و شکرها رو داخل آب جوش حل کردم، به صورت بنماری گذاشتم اینجا، ظرفم رو برمیدارم و باید 3 دقیقه از همزن استفاده کنم و انقدر هم بزنم تا به صورت پفکی در بیاد. خب بچه ها، ما بعد انقدر با همزن هم بزنید تا به این قضاتی که میبینید برسه. حالا ما پودر نارگیلمون رو میزیم کف ظرفمون. توی این مرحله باید سریع کارمون رو انجام بدیم چون مارشمالو سفت میشه. خب ما میریزیم مارشمالومون رو، موادش رو. من برم اینو بریزم بیا. بچه بقیه پودر نارگیلمون رو میریزیم روی مارشمالوهامون. خیلی کم. من الان حاضرش کردم، آمادش کردم و بعد بذارم توی یخچال 1 الی 2 ساعت استراحت کنه. ببینید بچه ها، ببینید مارشمالوی ما این شکلی شده، یعنی به اینجور این مدلی شده. اینها رو به قطعه‌های کوچیک‌تر تقسیم کردم و الان بعد توی نارگیل بقلتونیمشون و بذاریم داخل یک ظرف دیگه. کارمون تموم شد و میزان پفکی بودن مارشمالو رو ببینید شما. به به. اگر از این ویدیو خوشتون اومد چنلمون لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله کوچولو که این بالا هم بزنید.